خوش اومدیم به یه روز زندگی من که گوشم و میخوام میوه امتحان کنم. شما هم با من همراه باشید. اول زنبیل رو میاریم. رفتم با این میوه خریدم با ویتامین دی. حالا ببینیم چیا گرفتم. اول از همه انبه قرمز. این چقدر گونبولیه. احتمالاً داخلش باید سرخ باشه ولی خب من نمیدونم. بریم ببینیم. دراگون قرمز. این قرمز گرونتره و مزه بهتری هم داره. دراگون معمولیه و سفیده دیگه. پاپایا یه میوه استوایی که خیلی هم خوشمزه است. حالا همه اینا رو دونه دونه میریم چک میکنیم. دراگون قرمز. چقدر قرمزه. این سفیدش. باشو. من که به شخص دوستش دارم بیشتر از دراگون معمولی مزه داره. اینم که دراگون معمولی. دراگون معمولی مزه خاصی نداره. هسته‌هایی که داره مزه هسته کیوی میده. یه حالت تیزی دارن. انبه تو سرخ. این چرا بهش میگن تو سرخ؟ داخل قرمزه، نارنجیه، نمیدونم. سنگینه. مقطعشو مزه داره. همون زرد خودمون، هیچ قرمزی نداره. مزهش خیلی فرق داره. مزه سیب مانند داره. سیب و گلابی و انبه. شیرینی خاص خودش هم داره. 9 از 10، 10 از 10، 5 از 10. و حالا آخرین چیزی که مونده امتحان کنم پاپایا. میوه استوایی خیلی خوشمزه است. من اولش بار اول که میخوریم شاید خوشتون نیاد ولی بعدش عادت میکنی. سشو هستهاش هم لذت. دورش نگاه ترکید. دیدی؟ رسید است و خوبه. اسمگاه مگه بدون میذارم تمزه چی میده اصلا نمیدونم بخوریم. تهمزه روغن تان ماهی میده. به نظر من اینجوریه ولی باز خوشمزه است. و اگه بپرسین که اگه تهمزه تان ماهی میده چرا میخوریم، اینو بهتون بگم مزاج من کاملا تغییر کرده. یعنی اینجوری که اینجا تون ماهی رو با بیسکویت توک و پنیر میگیرم میخورن. دیگه ببین چی شده که منم میخورم. یا ماکارونی رو میگیرم با شیر میخورن، با برنج آب پرتقال میخورن. یعنی خیلی چیزا هستش. هنوز من به اون درجه نرسیدم که بشینم ماکارونی رو با شیر بخورم، ولی باز به هر حال خیلی ذائقه آدم تغییر میکنه. اینم اوکی دیگه، ویتامین داره. اینجا برنامه که نیستش، ویدیو با من بودیم و خوشحالم که دوباره دارم فعالیتم شروع میکنم. هر چند وقت که با من برمیگردم اینو میگم و امتحان دارم، درس دارم و درس بخونم. مراقب خودتون باشین. امیدوارم که دوست داشته باشین. به هم فیدبک بدین که اینجور ویدیو دوست دارین دوست ندارین. مراقب خودتون باشین. متشکرم.